بعد از پایان سن آندرس ما هیچ خبری از گنگ گروو استریت نداریم تا اینکه توی GTA V متوجه میشیم که خیابون گروو استریت افتاده دست بالاسا. حالا سوال اینجاست که چرا این اتفاق افتاده؟ توی مکالمه فرانکلین و لامار توی میشن کونتاغاری هود سافاری، فرانکلین توی مسیر از لامار میپرسه که ای کاکاسیا نادان، به راستی چه بلایی سر خانواده گروو استریت آمده است؟ لامار هم میگه چه بدانم، شاید ریق رحمت را شیافت کردن یا شاید هم الان مدیر عاملی گوهی چیزی شده باشن. خب قراره توی این ویدیو بریم و این سرنخو بکنم تو کونتون، یعنی با توجه به این سرنخی که گفتم به جواب این سوال برسیم که چرا توی GTA V محله گروو استریت افتاده دست بالاسا و دلایلش چیان. شماره 1 جا زدن CJ. توی بازی سن آندرس CJ به تنهایی خودش 99 لتی از قدرت سن آندرسه. تازه طبق وصایای امامزاده کارلوس CJ 100% قدرت گنگ گروو استریت رو به تنهایی شامل میشه و در طول بازی مدام میبینیم که CJ چطوری گنگ رو از مخمسه و بحرانهاش نجات میده و هر کی برای گنگ گروو استریت چاخبازی در میاره داوش هم CJ با ذکر جمله اینجا خدا منم بخواه. اما همیشه هم اینطوری نیست و CJ در طول بازی چند جا بد جا میزنه و همین باعث میشه که گنگ گروو استریت درگیر آسیب عاطفی بشه. مثلا وقتی که گنگ بالاس به برایان حمله میکنن، CJ هیچ کاری برای برایان انجام نمیده و فرار میکنه. بعد از اینکه خانواده جانسون CJ رو سرزنش میکنن، CJ کلا از گروو استریت میره و همین مسئله باعث شد که در نهایت مادر CJ توسط بالاسا کشته شد. در ادامه هم وقتی CJ با دوست دخترش یعنی دنیس کات میکنه، دنیس توی برنامه رادیویی راجع به CJ میگه که اون توی موقعیت‌های حساس همیشه جا میزنه و کلی پشت سر CJ کسچر میگه که البته CJ در جواب میگه میخندی کسافه؟ خنده مکنه گیری خر. در کل هم این مورد داره اینو میگه که احتمالاً مهمترین دلیل کیر شدن شکست گروو استریت جا زدن دوباره CJ باشه. البته به نظر خودم این مورد زیاد درست نمیاد، چون قضیه کشته شدن برایان برمیگرده به قبل از سن آندرس و CJ خودش توی میشن اند آف د لاین به این قضیه اعتراف میکنه که از این موضوع حسابی ناراحته که چرا جا زده و تمام تلاششو میکنه که بتونه اشتباهاتشو جبران کنه و انصافا هم از حق نگذریم CJ در مقابل عاملین این اتفاق میگه بیادبی نمیکنم، فقط ننش میگم. اما اینم بگم که CJ توی کاتسین آخرین مرحله بازی میگه که از این گنگ و گنگستر بازی ها خسته شده و دیگه نمیخواد ادامه بده و احتمالاً کلاً زده تو کار تجارت، که توی ویدیویی که لینکش بالای صفحه میاد این قضیه رو کامل توضیح دادم براتون. همین نبود CJ بالا سر گنگ باعث شده که به مرور گنگ گروو استریت ضعیف و ضعیف‌تر بشه تا اینکه سویت و برابچ محله گروو استریت رو از دست میدن. شماره 2 رهبری تخمی سویت. راجع به رهبری کیر یا تخمی سویت در همین حد بهتون بگم که توی فاصله 5 سالی که CJ از گروو استریت میره، سویت جوری تر میزنه به گنگ گروو استریت که گروو به گای سگ قفقازی میره و به 3 تیکه نامساوی تقسیم میشه. انقدم اوضاع گروو استریت ریدمال میشه که کار به جایی میرسه بالاسها به راحتی میان به محله گروو استریت و میخوان سویت رو بکشن. اما دلیل ریدن سویت چیه؟ در واقع دهه 90 میلادی همزمان میشه با ظهور پدیده معتاد کننده ساک کراک. توی این بره خرید و فروش مواد مخدر به خصوص کراک سود باور نکردنی داره. سویت اما با خرید و فروش کراک و حتی اسلحه مخالفه و همین موضوع باعث میشه که مهمترین عامل درآمدزایی گنگ به گای سگ سرابی بره و گنگای بالاس و واگوس از فرصت ایجاد شده استفاده میکنن و با فروش کراک و خرید اسلحه قدرت خودشونو بیشتر میکنن و در کل این مورد داره اینو میگه که در نهایت گنگ بالاس موفق میشه از کسخولیت سویت استفاده کنه و محله گروو استریت رو تصرف کنن. شماره 3 خیانت بیگ اسموک و رایدر. با اینکه بعد از خیانت بیگ اسموک و رایدر به گروو استریت در نهایت و با کلی مشکلات CJ میتونه اوضاع رو درست کنه، اما در نهایت با کنار هم گذاشتن همه این موارد، یعنی رها کردن گروو استریت توسط CJ به خاطر خسته شدن از گنگستر بازی، رهبری ضعیف سویت و مخالفت شدید با خرید و فروش مواد مخدر و اسلحه و در نهایت خیانت اعضای اصلی گروو استریت، همه این موارد با هم باعث میشن که گنگ در نهایت ضعف خودش قرار بگیره و شل کنه، پاها رو بده بالا و با ذکر جمله محمد بکن
توش. گنگ رو به بالاسا واگذار میکنن، آبش هم میدن آقای میساقی بخوره. خب اگه میخوای بدونی که چرا رایدر به سی جی خیانت میکنه و اینکه چرا سی جی برخلاف بیگ اسموک به رایدر رحم نمیکنه و زارت میزنه رایدر رو به گای ابدی میفرسته، این ویدیو سوسیسه، مخصوص خودته. هی تو کلیک کن رو ویدیو تا نیومدم آلتمو بکنم تو